گو الله پاکی ناما. سلام درود و درابات به شما گندوکم پاگه تلرسانی میارجل مروچ میتگ دستان ھیچان یکی چه کارگاه های سوزن دوزی یه دهستانا به شما گندوکم پاگه تلرسانی میارجل بگیرین. یه گزارش ها گما را همراه بیتان. بانوی کارگاه سوزن دوزی چه کدی بوده و ایشین که چین چه نفر دا کار کرد؟ که تقریبا 10-15 سال بیتیم و 2 نفر دا کارایم. یکی مثلا گود تپه جان گود پر جان یکی مثلا چکنان دوچیته. جا تپه ناما گوشه پا میگه این دو کن پاگه تلرسانی میارجله؟ و دیگه مثلا بستگی به سریگه بعضی الماس جمعه بازار پیتپایی دیگه مثلا بعضی پلیواری هسته مثل گلو که یک شچو شبیه گلین دیگه نامای کنن گلو یکی دیگه مثلا هستن تمیسی بعضی پلیواری ها مثلا دیگه بچوز خیلی سخت بعضی ها نام نی بعضی ها دیگه همین نامانه هستن. انو کجا هم با تپه به قول معروف گشتر رو برده نشین که مردم گشتر اما به قول معروف تپه اگر کنه یا برنده یا هر تپه یا و امبرگی تپه کجا می گشتر مردم که تپه جنی کنن و گودوچی کنن گشته مثلا شیرگی هم مثلا چون مثلا الان که سوزن دوزی کامپیوتری یا حتی مثلا چون جالا رو دیگه بس خیره و شما دیگه چی هم چون برنده آمده میچه کتگن رو فعلا که جالا رو میچه بس گالری بس خیره بتی برند فعلا که رو بورسه ما یادتگه ادای بانوکی گواری میں سفالگری کنتین تنها سفالگری به قول معروف کلپورگان و هلونچکانی نهیم بلکه در خود ھیچان هم سفالگری کننده و هستن کسانی که سفالگری ادامه داده و شانی بلوک و پیری مبون بلوکان یک کار کته و ما یادتگه پا شما گندوکان یک گزارش بگیرین چایی میں مکه ما تو گوارا یه گزارش گمارا و رو همراه بید. بانو شما کو پاکینگ زندگی هم در کنی هم آشپزی کنتم بول معروف کنور کنتم و هم ادل کو سفالگری کنتم گشتر که ما رو گشتن شد همه گشتر که سفالگری کنه و گزای درست کنه وره و افسا گفتش بچه ها یعنی شما را کارگاه و شنکلوگی مجهزه نیست هم داد درست این کار کارگاه کیه؟ منی کار گوزو چه جنگی سفالگر ما را شیعه بگشت که شما آکاش دورکانی کارتان و ایشه که یه ها کجا هایی؟ یه ها باران ملکان آدم کار آدم ها و ما سباه ره همه آسمی زوین کوچی نیروی دهانی ما کوچه چه گرما زوری روی کسانگی چوپنی هوردی کنه گیچینی پکمک بعد زوری کیسگانی کنه سرگانی کنه زور نیایی اما دا یعنی شما اشارتان گیچتان و کارتی بعد چطوره که یعنی شما وقت زانتی حاک داد بوده یا نه قدیم ما یک کار بوده و من بالکو همه یه حاکی بوده بسته شد یعنی شما بون بلوکانی کار بکنن الان شما چین چه وعده این کارا کنن که سفالگری بکنن 4 ساله نکی پیشتی بلوکا که ماتا هم یک کار کتا من ماتا هم بلوکا هم درو الان دا چین چه نفر کار کنن چطوره ادا دروشتم که مار حاکمی دروشتم 20 نفر شاگرد میتونن 20 نفر هم 4 نفر هست دروشتم بچه رودهانه هارا چه بودی بدنه هارا بار دادن حاکم جهانه آیدیم کورا میں هارا بار دادن اور کورا نی بار دادن هی جهانه ای چه درخواستی طرف یه مسئولان هستن کمک بکنن من برای جایی برسانه من لوگی باندم بده انگام من سفالگری کنم من دستگاهی بده انگام به دستگاه سر شهر کنم یعنی منی حاکا شهر بکنم منی حاک بار گفته یعنی بار گفته منی حاکا شهر بکنم جی ها تی خواسته ایشن که پتر کارگاه یاد بکنن تو سفالگری کنن